هیتلر کی بود؟ فکر کنم این خواننده قدیمی بود فکر کنم. سلام بابا بزرگ. سلام بابا بزرگ. سلام بابا بزرگ. سلام. ببینید عزیزانم، من تو این دنیا فقط به شما سه تا نوه اعتماد دارم. ازتون میخوام یه کاری برام انجام بدین. مرگ من نزدیکه. نفری 100 میلیون تومان بهتون پول میدم. وقتی که مردم بذارین توی قبرم. اگه فرعون مصری بابا بزرگ. خفه شو. اولا که خدا نکنه بابا بزرگ، بعدش هم هر وصیتی که بگین رو چشمون انجام میدیم. بچه من بعد اعترافی بکنم، از وجدان داره دیوونم میکنه. من فقط 5 میلیون پول بابا بزرگ گذاشتم تو قبرش. تازه خوبه تو 5 میلیون گذاشتی. من کلا 20 میلیون گذاشتم. واقعا برای جفتتون متاسفم. از اعتماد بابا بزرگ سوء استفاده کردین. ولی من به جای 100 میلیون 150 میلیون گذاشتم تو قبر. 150 میلیون چطوری؟ چک. از کجا آوردی؟ بابا تو به وصیت بابا بزرگ عمل نکردی. گفت 100 میلیون پول بذارید، نه چک. اگه بابا بزرگ بتونه اون پول اون دنیا استفاده کنه، حتما یه بانک هم از چک رو نقد کنه.